بریم کامنت های سمی ملت رو درباره سه کلیپ رو ببینیم. لطفاً لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تولدت مبارک باشه عشق من. چند روزی بود که همسرم حواس آبگوش کرده بود. منم ساعت 4 صبح بیدار شدم که واسه نهار براش آبگوش درست کنم. انقدر خوابم میومد که فقط داشتم خمیازه میکشیدم. ولی خب چه میشه کرد دیگه، خواسته همسرم بوده و منم میخواستم براش درست کنم. ساعت 4 صبحی یه بوی پیازداغی را انداخته بودم تو ساختمون که نه پیازم رفته بود تو چشمم. خوابم میومد کلا چشام داشت میسوخت. چشام میسوخت که استرس اینو داشتم نکنه یه وقت یه چیزی خراب کنه. چون خیلی وقتم بود که آبگوش درست نکرده بودم و حسابی یادم رفته بود. انقدرم دیر بود که اصلا نمیشد به کسی زنگ بزنی و بپرسی. خلاصه آبگوشتمو بار گذاشتم، سیب زمینی‌ام انداختم داخله. بعدش هم رفتم سبزی که گرفته بودم و آوردم و پاک کردم. این کارو کردم که وقتی همسرم از خواب بیدار شد یه سفره ناهار خیلی خوشگل بندازم که همسرم هم بدونه حرفاش خیلی برای من مهمه. بچه ساکت، مامانمه. الو مامان جان. سلام دختر قشنگم. برقا رفت. الو مامان آنتن ندارم. الو کجایی؟ مامان نمیشنوم. من پیش فاتیم. پارتی؟ آره پیش فاتیم. تخم سگ دریده. کدوم پارتی؟ آنتن ندارم، صدات قطع و بس میشه. برقا بیاد زنگ میزنم. پدر سگ فردا بیای چه سری میزنی؟ برقا بیاد زنگ میزنم مامان. چی پوشیدی رفتی پارتی آشغال؟ چی پوشیدم؟ تو چیکار داری من چی پوشیدم؟ همون بارونیه که تازه از پیچ ملی گرفتم و پوشیدم. چیکار داری با من؟ با بارونی رفتی پارتی گیس فاتی بریده؟ فاتی حروم زاده دهنتو ببند. صدات نمیاد. منتظرم نمون واسه نهار. میخوام بعدش برم خون بدم. یا امام زمان خون چکار مامان خیر. الو بابا برسی خونه فقط پارت میکنم. ماما صدات قطع و بس میشه. قضاوتم نکن. دیوس ساده تو مستی؟ هستم آره هستم مامان هستم. مستی پس چشمم روشن بیا خودت خودتو پاره. مامان مست نه مامان هستم. الو این برق لعنتی آنتن خونم چرا نمیاد؟ امروز تولد محمد به من بخوام براش کیک شکلاتی درست کنم. تخم مرغ، ذره تخم مرغ و پودر قند رو با هم زدم و بعد آرد و پودر کاکائو رو بهش اضافه کردم. بعد از اینکه مخلوطشون کردم بهش کره ذوب شدم اضافه کردم. سفیدای تخم مرغ رو با شکر هم زدم تا یه مرنگ خیلی خوب به دست بیارم. موادم رو به آرومی با مرنگ قاطی کردم تا پفش نخوابه. بعدش موادم رو داخل قالب ریختم و به مدت نیم ساعت گذاشتمش داخل فر. بعد از پخت کیکم از قالب درآوردم و برش زدم. محمد عاشق گردوی تست شد. از گردوها رو تست کردم و برای درست کردن خامه از خامه و شکر و پودر کاکائو استفاده کردم. لایه‌های کیکم رو به ترتیب با موز و گردو و شکلات چیدم. خامه و شکلات رو با هم ترکیب کردم تا بتونم کیکم رو کاناش کشی کنم. راستش چون محمد جوریز رو کار می‌کنه من تصمیم گرفتم لباسش رو براش درست کنم. فوندانتم رو برش زدم، دور کیکم پهن کردم، یقه لباسش رو آماده کردم و گذاشتم روی کیک. من کمربندش رو آبی انتخاب کردم چون محمد کمربند آبی داره. بعد از اینکه کیک رو آماده کردم منتظر شدم تا محمد بیاد. وقتی کیک رو آوردم محمد خیلی خوشحال شد. با هم شمش رو فوت کردیم و بهم گفت طعم کیک عالی شده. تولدت مبارک باشه عشق من.